عرض سلام ادب. من دیگه قرار نیه ویدیوهای به اون شکل انیمیشن بسازم. به همین خاطر تصمیم گرفتم که امروز ویدیو را به این شکل بسازم. ویدیوهایی که من قبلا در شکل انیمیشن می ساختم یک اندازه سخت‌تره ساختنش، یک ذره وقت میگیره، چون من وقت ندارم زیاد. به همین خاطر گفتم ویدیوها را کوتاه‌تر بسازم. امروزم ausklammern نمیخوانیم، یا اینی که چی رقم دو تا قوس با هم دیگه ضرب بکنیم. حالا ما ببینیم که ausklammern در انگلیسی چی میشه. ausklammern در انگلیسی میشه factoring out. factoring out. حالا چی هست این factoring out؟ factoring out به این معنی که اگر ما مثلا یک equation حالا چند چیزی مهم. equation که مساوی میشه به Gleichung، یا همون فارسیش که مثلا معادلات، حالا این قرار باشه عین باشه، معادلات لام، فارسیش معادلات به معنای اینه که مثلا شما اگر یک ترازو داشته باشین، یا در اصل این مساوات میشه، معادله نمیشه، مساوات میشه. مساوات به معنای برابری، یعنی دو طرف ترازو باید مساوی باشه. فرض کنید شما اینجا یک ترازو دارین، از اینجا آویزانه. این طرف ترازو اگر شما یک سنگ میگذارین، باید به همین اندازه این طرف ترازو هم سنگ بگذارین. مثلا اینجا 1 کیلوگرم اضافه میکنین، اینجا هم باید 1 کیلوگرم اضافه بکنین. اگر اینجا 5 کیلوگرم اضافه میکنین، اینجا هم باید 5 کیلوگرم وزن اضافه بکنین. این مساواتی که اینجا هست باید حفظ شود. به همین خاطر به این میگن equation یا مساوات. معادلات چی میشه؟ معادله یا مثلا Gleichung همون معادلات هم میشه، چون اینجا عدالت برقرار شده. چیزیه که اینجا عدالت برقرار شده. شما میبینین که دو طرف عدالت رو من پاک نمیکنم، شاید بعضی‌ها نیاز داشته باشن. حالا این درس امروز ما نیست. ما امروز قراره چیزی بخونیم، ausklammern یا factoring out، یا مثلا دو تا قوس با هم دیگه ضرب بکنیم، یا یک چیز ضرب در قوس بکنیم. مثلا اول با این شروع میکنیم که اگر یک عدد داشته باشیم ضرب یک عدد دیگه کنیم، مثلا یک عدد A داشته باشیم ضرب در عدد B بکنیم، مساوی میشه به B ضرب در A. همچین یک چیزی. اگر ما یک عدد داشته باشیم که ضرب در قوس شده، مثلا قوسی که جمع باشه یا منفی باشه، حالا فرق نداره که B جمع C شده باشه یا B منفی C شده باشه، این مساوی به چیه؟ این یک سلسله قواعد داره که اول ما A را ضرب در B میکنیم، نوشته میکنیم A ضرب در B. علامت چیزی، هر علامتی که اینجا نوشته بود، اگر جمع بود علامت جمع نوشته میکنیم، اگر علامت منفی بود علامت منفی نوشته میکنیم. حالا من جفتی نوشته میکنم، اینه اینجا نوشته میکنیم دوباره. و آ را ضرب در C میکنیم و پشتش نوشته میکنیم آ ضرب در C. حالا ما شما یک مثال بدیم. ما لینیر فانکشن خواندیم. لینیر فانکشن مثلا اگر داشته باشیم 2 ضرب در 5x جمع اپسیلون مساوی به 4. حالا اگر اینه به شما بگن که این قوس یا این کلامه این شما باز بکنین، به چه شکل شما باید این ausklammern بکنین؟ اول طبق فرمول، طبق چیزی که ما اینجا خواندیم، باید اینا با هم دیگه ضرب شون. اول این از ضرب از این میکنیم، نوشته میکنیم 2 ضرب در 5x. علامت اینجا جمع
پس علامت جمع خودش نوشته میکنیم. علامت جمع اگر منفی می بود منفی نوشته میکردیم. جمع حالا 2 ضرب در y میشه، خودش نوشته میکنیم با رنگ مختلف. 2 ضرب در y این مساوی به 4 باقی میمونه. تمام شد. تنها چیزی که اینجا میبینید، شما میبینید عین فرمولی رو که اینجا استفاده کردم نوشتم اینجا روی این مثال کار کردم. حالا این اگر یک عدد یا یک چیزی ضرب در قوس شده باشه، اگر ما دو تا قوس داشته باشیم هم دیگه چیکار میکنیم؟ مثلا اگر a جمع b در قوس ضرب در c جمع d داشته باشیم، این مساوی به چی میشه؟ اینجا باید دقت کنیم. اینجا عین شکل a را اول ضرب b میگیریم، بعد ضرب d میگیریم و این علامت مد نظر میگیریم. هم این علامت و هم این علامت مد نظر میگیریم. اگر منفی بود منفی، ما منفی هم نوشته میکنیم اینجا. مثلا a جمع b تقسیم در c منفی d. شما فقط علامت ها رو باید دقت بکنین. طریقش یکیه، فقط علامت هاش یک اندازه باید دقت بکنین. حالا این مساوی میشه به این بالایی a ضرب در c. این علامت چون جمع، علامت a هم جمع، a ضرب d جمع a ضرب d. تمام شد رفت. حالا نوبت به این یکی رسید. این ضرب از این و اینم ضرب از این. خب اینجا هم این شکل. علامت b چون جمع، علامت c هم اینجا جمع مثبت، یعنی جفتش مثبت. b جمع b ضرب در c و چون b هم مثبت و d هم مثبت نوشته میکنیم b ضرب در d. حالا شما میتونید مثال هم اینجا بدین. همین مثال اگر منفی باشه چیکار انجام بدیم؟ منفی باشه منفی میگیریمش. مثلا اینجا میشه که دوباره خط بکشم، این ضرب از این ضرب از این میشه a ضرب در c. حالا چون علامت a مثبت، این علامت منفیه، میشه منفی a ضرب در d. و برای b این شکل، چون علامت b مثبت ضرب از جمع b ضرب در c. b مثبت d منفی، منفی b ضرب در d. یک مثال هم کار کنیم برایش. مثلا حالا داریم مثال از اینا میشه 2x منفی 6 z یا زید ضرب در 2 اپسیلون. اپسیلون آلمانیش میشه y، یعنی اپسیلون که همون کلمه آلمانیه برای y استفاده میشه. نام y در آلمانی اپسیلون. حالا اینجا داریم منفی 2y منفی 6x. همچین یک چیزی میتونیم همچین یک چیزی داشته باشیم. حالا اگر همچین یک چیزی داشته باشیم این مساوی به چیه؟ شما میتونید مثال متعدد کار کنید، من فقط یک مثال کار میکنم. عین چیزی که پیشتر گفتم پیش میدیم. حالا این ضرب از این میکنم، این علامت من مثبت میگیرم، شما کمتر گیج کنم، بعدش هم ضرب از این میکنم. خب میشه 2x ضرب در 2y. علامت چون اینجا مثبت 2x ضرب در 6x. تمام شد رفت. این بخشی که زرد گرفته بود، این ضرب کرده بود. خب اشکال نداره، من بالا رنگش متفاوت گرفتم ولی اشکال نداره، شما میتونید رنگ زرد استفاده کنید. فقط باید دقت کنید که گیج نشید. بعد این ضرب از این میکنم و این ضرب از این. حالا وقتی اون پایینی رو ضرب از این بکنیم اما این شکل انجام میدیم. اینجا علامت منفیه، اینجا علامت منفیه، به همین خاطر منفیه. 6 زائد ضرب در 2y. بعد این علامت منفیه، اینجا منفی. شما میتونید با علامت هاش نوشته کنید. کلا مثلا نوشته کنید منفی 6 ضرب در مثبت 6x، منفی 6 زائد مثبت ضرب در 6x مساوی میشه. حالا شما اینجا باید وقتی که مساوات نوشته میکنید باید اینجا همین ادامه داده برین. ولی من چون اینجا مساوی نوشتم، مساوی به چی میشه؟
میشه که مساوی چی میشه؟ میتونم تبدیل کنیم، یا مساوی به صفر اینجا بگیرم، مساوی به صفر، یا مساوی به هر چیزی مساوی به صفر بگیریم راحت تره. مساوی به صفر، مساوی به صفر. حالا این یعنی تمام این مساوات ما باید مساوی به صفر شود. اینا رو میتونیم با هم دیگه جمع بکنیم. مثلا دو، این دو ضرب در از این دو میشه 4 x y، x ضرب در y. این یکی از قانونهای ضربا بود. 2 ضرب در 6، 2 ضرب 6 میشه 12. x ضرب در x میشه x کوادرات یا x مربع. اینجا منفی 6 میشه 12 زائد ضرب در y یا z اپسیلون. 6 میشه 36 علامت منفیه زائد ضرب در x مساوی به صفر. حالا این چیزیه که ما اینجا داریم. یک چیزی دیگه هم هست به نام اینکلمنت. ما میتونیم اینجا x رو زایده و اینجا این ستاره با هم دیگه جمع کنیم یا باز کنیم یا بسته کنیم. حالا این چیزی بود که من اینجا به شما دادم. این اینکلمنت اوسکلمنت برای چی مهمه؟ برای این مهمه که بعضا شما وقتی که ریاضیات بالا میخوانین یا مثلا در مراحل بعدی ریاضیات جای میرسه که شما باید یک سلسله چیزها رو باید اوسکلمنت بکنین یا فاکتور اوت بکنین، به خاطر اینی که شما این حساب میکنین. شاید ما در ویدیوی بعدی حالا ما میتونیم همین مثال ادامه بدیم. همین مثال اینجا کار کردیم، ما ادامه بدیم ببینیم که چرا این همچین، چرا این به درد میخوره. ما لینیر فانکشن خوندیم، ما لینیر فانکشن ادی بالا لینک میکنم شما ببینید. حالا این معادله رو ما داریم. ما این معادله رو میتونیم بنویسیم به عنوان معادله خطی یا لینیر فانکشن. لینیر فانکشن. خب اینجا تمام چیزها رو داریم. پس ما میتونیم اینو ضرب بکنیم. 2 ضرب 5 میشه 10 x جمع. شما از اینجا دیدین که از این شکل، از شکل اولی که اینجا بود، و این شکل دومی نه تغییر شکل داد 2y مساوی به 4. خب بعدش ما میتونیم هم طرف راست و هم طرف چپ منفی 10x بگیریم که این 10x در اون طرف انتقال بدیم. یعنی این 10x ما باید این طرف معادله انتقال بدیم. ما میخوایم فقط یک y داشته باشیم. منفی 10x. حالا ما تمام مراحلش ریزه نوشته میکنم که شما بفهمین. منفی 10x مثبت 10x مثبت 2y مساوی به 4 منفی 10x. بعدش هم شما اینجا میبینید که میشه 0. باقی میمونه 2y که مثبت 2y مساوی به 4 منفی 10x. افغانستان به ما میگفت که ما اینه به طرف دیگه معادله انتقال میدیم، علامتش منفی میکنیم و همین کار اینجا هم اتفاق افتاد تو این کاری که من کردم. حالا در حالا چی داریم؟ ما فقط یک دونه y میخوایم اینجا داشته باشیم. تنها y دو y نه. 2y به معنای اینه که y ضرب در y جمع y شده. ما فقط یک y میخوایم. پس یا یک اپسیلون میخوایم. پس این طرف هم تقسیم 2 میکنیم. این طرف هم تقسیم 2 میکنیم. این طرف هم تقسیم 2 کردیم. این طرف هم تقسیم 2 کردیم. بگذار با فاصله بنویسم که مراحلش راحت تر باشه برای شما بفهمید. حالا وقتی که طرف چپ تقسیم این 2y تقسیم 2، اینجا تمام اینه تقسیم 2 میکنیم. این یادتون باشه که اینه میتونیم در قوس بنویسیم تقسیم 2 کنیم. حالا 4 منفی 10x تقسیم 2. در قانون کسرهای رقمی بود که اگر ما a مثبت منفی b تقسیم c داشته باشیم میتونیم نوشته کنیم که a بر c منفی مثبت b بر c. حالا این علامتش ممکن هر چیز باشه. اینجا این شکل داریم.
اینو میتونیم نوشته کنیم 4 تقسیم 2 منفی، چون اینجا علامت منفیه، منفی 10 x بر 2. پس چی باقی میمونه؟ اینجا از 2y باقی میمونه فقط y مساوی میشه به اینجا 4 تقسیم 2 میشه 2 منفی 10 تقسیم 2 میشه 5x. خب خیلی راحت ما میتونیم برایش یک گراف هم رسم بکنیم. برای همچین جاهایی ما در کل چیزی نیاز داریم، ausklammern یا einklammern یا همچین چیزی. خب اینجا اشتایگونگ ما خیلی زیاده. خب شما میفهمیدیم که اینو ما میتونیم نوشته کنیم، این میشد f(x) یا همون y که این بود محوره یا اکسه x یا y یا که همون مساوی میشد به fx، اینجا هم اکسه x بود. من میتونم قیمت گذاری کنم مثلا 1 2 3 4 5 6 همچین چیزی به طرف منفی میتونم قیمت گذاری کنم. حالا اینجا دقیق نشد من قیمت گذاری عکس اینجا مثلا 1 2 3 4 حالا با منفیش هم میرقم 1 2 3 4. حالا به هر حال شما میتونید خودتون ببینین، خودتون بکنین خانه روی کاغذ یک اندازه دقیق تر. من اینجا زیاد دقت بالا نیست چون نمیخوام ویدیو زیاد درست شه. حالا این هم قیمت گذاری میکنیم. b مساوی میشد به 2، این میشد b و این هم هست m ما که m خیلی بزرگه، b شد 2 که اینجا باشه و m ما 5، یعنی مثلا ما برای یک خانه از اینجا اگر یک خانه x بریم 5 خانه اپسیلون میده. m این رقمی تعریف بود دلتا اپسیلون تقسیم بر دلتا x که مساوی میشد به اپسیلون 2 منفی اپسیلون 1 تقسیم بر x 2 منفی x 1. شما میتونید یک جای دیگه هم قیمت گذاری کنید یا کلا به این فونکسیون برای x قیمت بگذاریم. مثلا میشد میتونیم بگذاریم که برای f1 بگذاریم 2 منفی ببخشید اشتباه کردم اینجا، چون اشتایگونگ ما منفی این باید فالن کنه بالا نمیره طرف پایین میره. منفی 5 ضرب در 1 که میشه منفی 3. خب ما منفی 1 منفی 2 منفی 3 اینجا داریم. اگر قیمت x 1 باشه، اگر قیمت x 1 باشه ما منفی 3 به دست میدیم که میشه این نقطه و ما میتونیم خیلی راحت این نقاط رو دیگه وصل بکنیم و همین گراده یا همین حالا ما این رسم میکنیم. ببخشید اشتباه شد اینجا صافتر رسم کنم. این گراده بود که اینجا بود استفاده کنم. این گراده fx مساوی به 2 منفی 5x همین. یعنی شما دیدین که از اینجا چون ما این aufgabe را داشتیم چیزی بود که ما ausklammern کردیم بعد به این مرحله رسیدیم. شاید در ویدیوهای بعدی چیزهای بیشتر کاور کردم. فعلا فرصت به همین بود. وقت شما خوش، شام شما بخیر، خداحافظ شما.